آزاده ناموسن خجالت نمیکشی؟ هر دفعه میای خودتو با 60-70 سال سن کیر میکنی. هم میهنان عزیزم کیر قرار، هم میهنان عزیزم کسکش. نمیخوام شاه بشی بابا. ما نخواهیم تو شاه بشی کی رو باید ببینیم آخه؟ کسکش نشسته اون سر دنیایی میگه هم میهنان عزیزم تاج بیارید بذارید سر من، تاج من پادشاه بشم. یه برو کونتو بده بابا. تو چه شاهی میخوای بشی آخه؟ شاهی که 500,000 تا رأی نمیتونه بیاره چه شاهی آخه؟ شاهی که هیچ آدم حسابش نمیکنه، کسی تخمش هم حسابش نمیکنه، به چه دردی میخوره بابا؟ تو یه زمان بابا بزرگ و بابا شاه بودن. ول کن دیگه داشت سپیچ دادی ناموسن. همه زندگیمون رو ریختی به هم دیگه. کسکش تو میپری وسط مصاحبه میکنی، اینا اینترنت رو قطع میکنن، صحبتای کیری، اینا هم کسخلن. صحبتای کیری تو رو اصلا اتفاقا باید از شبکه 3 از شبکه خبر پخش کنن. کسخلن اینا به خدا. تو باید صحبت